بازی ها که میامد میشش بازی رفت یک چاشین مینداخت بر مانده نباشه. جور هستین بخیر هستین آمدین راه چی گپ بود. بسیار قصه لذت دار کردم. شوق خود قصه میکرد. لذت شوقی همی است کفتر خود تا مسیری که میره تعقیب کنه ببینه خوبه لذت داره. یکم شانه خودم یک کمک کنه مشکل پیدا کرده. نفهم چرا شانه خودم محکم گرفتم. که این برنامه رو میبینی امیر چرا سابسکرایب نمیکنی؟ دیدی خوشت آمد؟ تنبلی نکن، فقط یک زنگولر یک تکمار خلاص. و دوست عزیز شما هم که مثلا میبینید نام خدا چقدر بیننده خوب داریم قابل قناعت است و یک تعداد دوست ما لایک نمیکنه. برادر این برنامه رو که سهل میکنی خوشت آمد همین یک لایک کو. این خو چیز نمیشه. گودی پران کفتر بازار بخی جگرش خون کرده والا. در این ماه کفتر مست میشه ازا و کوشش کنین که بتپانین کفتر بپرانین انشالله که از مسیج باز کم میشه. بخیر برین بخیر بیاین که ببینیم شاد دوستا این رقم که میره دیگه بسیار دلم در چیز است. کسانی که عیار کاکاو مردانگی داره از اونها هیچ من ترس ندارم. هیچ وقت از یک آدم کاکا نمیترسم ولو که هر چی بکنه ازش ترس ندارم. از نامرد خیلی ترس و هراس دارم. به نام و یاد خداوند مهربان. سلام به تمام شوقی ها، به تمام علاقمندان چینل یوتیوب افغان شوقی. امید که همگیتان جور و صحت و سلامت باشین و تاییدم روز 4 ماه مبارک رمضان تاییدم خوب سپری کرده باشین و من بعدم خوبتر و بهتر و عالیتر سپری کنین. دلکایتان شاد و لبتان پر از خنده. باز هم عبدالباقی سلطانی هستم دوستا در خدمت شما نازنینان. خداوند به ما عمر صحت کامل نصیب کرد که تایی که حاضر شیم در برنامه و یک برنامه جدید دیگه هم در رابطه با کفتر و کفتربازی به شما نازنینان تهیه و آماده کنیم. و سپاس از او دوستانی که تایید ما رو یاری کردین، حمایت کردین، انتقاد کردین، پیشنهاد دادین و تشویق و همچنان اوید دوستانی که کامنت های انگلیسی نوشته میکنین. سپاس از همگیتان که زحمت میکشین، خلاصه وقتتان از صرف میکنین و تشویق سلطانی. من از تک و تکتان سپاسگزار هستم و همچنان اوید کسان دوستانی که خوب است دوستا باز هم میخوایم تشکر کنم از اوید دوستانی که چینل ما را سابسکرایب کردین و سابسکرایب هم خوب است. در کل آرزوی موفقیت به تمام شما ناظران میکنم که شما حمایت کردین سلطانی را سلطانی ساختین. از شما بی حد تشکر میکنم دوستا. طبق معمول با تایم ساعت 1 روز 4 ماه مبارک رمضان رسیدیم عزیزا. امروز روز 4 ماه مبارک رمضان است. میفهمید که یکمک بریم ما بی حال و یکمک بری کفترام شاید ممکن تاثیرات داشته باشه. چرا وقتی که ما رسیدگی به کفترا نکنیم کفترام یک ضعیفتر میشه. خب خداوند توفیق به تاهم رو بده که بتونیم به خوبی و خوشی ایما را سپری کنیم. میایم دوستا سر کفترها که دروازه را باز کنیم و والا همینجا چند قصات بریم و چند تا گودی پران و یک دانه باز دوباره بلند شد بالا. چند تا گوتی پران بود همینجا منتظر بودیم که اینا یکی به دیگهشان جنگ پرتن، یکیش آزاد شه بره. خلاص یکیش خبان 4-5 تا یک جای بود. اون نفر اون یک دانش آزاد شد سرسوخت شد. چرا قم باز دیگهش گرفت قیلکت. خب کفترها رو اعلام میکنیم ببینیم اگر راه داشت کفتر بازی میکنیم و اگر نداشت ناگزیر هستیم کفترها رو استاپ کنیم. ماه رمضان است و یک دوستای ما چون در خانه خسته میشن یا دق میارن یا میخواین اوقات خود لحظات خود خوب سپری کنن کفتر بازی رو چیز گودی پران بازی میکنن. ما دروازه رو باز میکنیم کفترای ما بره. توکل به خدای کریم و رحیم. بیای بخیر بیای که وقتتان پوره است. بیای دیگه بیا 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 بیای دیگه بیا 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 بیای عجله بیاین که پسان گودی پران زیاد نشه که باز کدام تایتان شکار گودی پران نشین. بیای دیگه بخیر بیای 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 هلا بیا 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 بیای صبر خود کنین یک دقیقه. وارخطا زمین خانه فقط کنم کسی میتوانید یک دقیقه حوصله کنید. یک کشت زمین نمیشینه که یک دفعه که
ببینیم کدام تاش کدام مشکل نداشته باشه، همه تو رو میره به هوا و کدام صدمه میبینین که آخر بازده می کارتون. خب شوقی های عزیز و معزز، کفترها خود بلند کردن و همه طرح چی که ما چی شدیم که یک جای بیان بسیار زیاد همه تو فقط بگوی که یکی دیگه پیشکان میزنه یا از کفترخانه که میبرن یک بار به هوا میرن دیگه. کفتر میگن بعضی از جاها میگن که این بیزبان ها را میپرانین، بیادر گناه داره. بیادر ما این بیزبان میگیم بیشی به زمین نمیشینه، خودش میره به هوا. هیرکی میگه که مثلا ما میپرانیمش، این خودش این میاله اون بسیار از زمین کده بودن کده مشوق است به اینکه به هوا بگرده. خب هنوز در برعکس شوقی ها یک ثواب بزرگ را به صلاح میگیرن به خاطر از اینکه خدمت اینا را میکنه و اینا را آماده پرش میسازن و تقویه میکنن و این کفترات خوب بال میزنه و از گشت خود لذت میبره به خاطر از اینکه خداوند به اینا پر داده و تایی که به آسمان برن و لذت ببرن و هر جای بتونن برن آزادانه. ما در هوا که هست دیگه خب کدام تاری به گردن یا رسپان نداریم که ما ایره نمانیم به دلشان، اونا به دلشان میگردن و خودشان در هوا هستن. میبینین دوستا که نام خدا یک دو تا خوردن و انداختن خدا به سمت خود. این کسی ممانعتش کرده نمیتونیم، ما هر سمتی که دلش بخواه بره یعنی ما نمیتونیم که امیاله او رو در را بگه میسونه رو اوسو برو یا مثلا یک موانع برشان داشته باشیم. هیچ موانعی نیست، اون آزاد هستن، اون کرف اون دور میخوره. بعضی از کسانی که در رابطه با شوق کفتر بازی معلومات ندارن باز اونا انتقاد میکنه، میگه ولی اینا رو میپرانین، این گناه داره، گناه هست. دوست عزیز گناه نیست، اینو میبینی که ما برعکس گناه ثواب میکنیم، چون سطح آگاهی کسایی که در مورد کفتر یا مثلا هر پرنده و حیوان که انسان ها اون را نگهداری میکنن یا شوقش است مشوقش است او را نگهداری که میکنن با وجه خوب او را خدمت میکنن. هنوز بهترین یک زندگی را بر از او فراهم میسازن، بهترین یک غذا را بر از او آماده میسازن تا ای که همون شوقشان هم آرام و آسوده باشه و اینام لذت ببره. فقط هم قدم میخوای که نزدش باشه. حالا مثلا میبینیم ما با چه زحمت کفترخانه تهیه میکنیم، آماده میکنیم، جای مکان بود باش اینا را با وجه خوب و خدمت میکنیم، زیر پای اینا را جارو میکنیم، تمیز میکنیم که اینا را تداوی میکنیم، اینه در کل افضل صحه میکنیم، وقایه میکنیم. اینی کلش دوستا یک خدمت است به همین حیوانات زبان بسته. دیگه وقتی که ما میگیم بپرن اتو نیست که ما این نپره و ما به زور در گردنش رسپان بسته کنیم و به هوا روانش کنیم. اینه میبینی که خودش بال میزنه و خودش میره و در کل لذت میبره از همون بال زدن خود که همین کفترها. و نام خدا برشون دوستا امروز از دیروز که کفترها تیار است. فکر کنم که علت در چی از دوستا که امروز گشتشون خوبتر است، اگرچه که هوا همون هوای گرم است، هیچ کدام تغییرات هم نامده. اون یک چند کفتر است والا سرشان عبور کرد گذشتن کفتر ما تیر پیش رفتن دیگه نشد که غره ورداره. اونجا گد خورد دوستا والا به شک. همون رفیق ما خوب یک جوان از طبیعت شوقی آدم هم است که اون کفترها را ایلا کرده دم تایم ما اون کدش رفتیم اون گد خوردیم. این شوق از وام میشه و از ما میشه، در کل سات وام لذت میبره، ما هم لذت میبریم. و که نام خدا کفتر یک برش میکنن که برش کردنش بله خدا کندن دیگه باش که آوردن یا هضما ماندوجه دیگه معلوم مشخص نیست که ببینیم که کشال از پشتشان چند کفتر دیگه از راه دور خورد رفتن و یک تا دیگه پشت کفتر است از خود ماست فکر کنم. ببینیم که چی آوردن. والا ها فریشان اثر خانه عریف که میاره کفتر دوستا او کفتری که برش داشته باشه میاره. یعنی میبینی 3 کفتر آورده، 3 کفتر 4 کفتر 4 دانهشان آورده، اما 4 تا هر 4ش نام خدا خطرناک است. خدا چشم نگاهش کنه که همون دوست و رفیق ما شوقی است، شوقش بخیر کنه. خب یکیش خب به یک طرف رفت خود کشید، یکی دیگه ایشان برآمد، 2 تا دیگه مونده که از یام یکیش سر میره باز دوستا یکیش خود در کفتر گرفته، یک دانش خود به خیل گرفته
که ببینیم که او چی کار میکنه، میره یا میباشه، تصمیم از او چی است. و هم خود یک کمک وره حال بیدار شد از خواب غفلت، و هم خود گوشه گوشه کرد دیگه. و کفتر خوب جنگی است، کفترکایش نام خدا خوب بتاب است، بخیر و شوق کلش کنه. همون رفیق ما شوقی هستن، لذت ببره در کل از شوق خود. اینی دوستای نه کفترها میبینین که ما برش کدام کار نمی کنیم و خود کفترها ببینید تو میخورن. باش که یک بار می کفتر خود اگر تو کفتر خود خوب بگیره باز میتونیم. اگر دوستا یادتان باشه چند وقت پیش ما سر می کفتر زیاد زحمت کشیده بودیم و همین کفتره که سر زحمت کشیده بودیم و امرایش میخواستیم که بشانیمش. همون روز بسیار که زحمت کشیم خود رفت از پیش ما. امروز ببینیم که چی میکنه. و کفتر دوستا از کفترها خود میکشه کفترش، پس شوریش میکنیم که بره دیگه. همون سیگنال هوشیاری خود همین کفتر برای ما داد. میبینی که زیاد دکش از هموسون و میخوایم وقت ما تلف نشه، کفترها را چوری میکنیم که پس بره. نمیشینه می کفتر، نمیشینه. از حال و هوای از می کفتر معلوم است. خدا خیر بتم رفیق ما را گمش که سر روی ما یک گد خوردیم که تیش حداقل یک شوخی خو از در. این دوستا کفتران نام خدا بسیار امروز استوار میگردن دیگه. نام خدا، خدا چشم نگاه کنه که در کدام گودی پران نفتن فوق العاده نام خدا بال میزنن. امروز گشتشان زنده گشت میکنه کفتر. اون از اون قسمت دور خوردن و اون یک کفتر بود، سرمو دور خوردن. اون کفترم پس طرف سمت دیگر رفت، پس کفترها دور خورد دوستا. اونجا میبینی که دوستا ما با دیگه کسا کار نداریم، کسی شوق میکنه نمیکنه. و اما یک چیز دوستا، یک نکته را براتون میگم که شوق رو به پایین رفتن یعنی کاهش پیدا کرده. و نام خدا دوستا کفترها خوب امروز والا خیلی عالی رفتن اصول و خوب نام خدا یک رفتن عالی کردن والا مطرف. اینه میبینین دوستا که همو پس آمدن و خوب نام خدا باشه دیگه. نام خدا برشان خوب یک رفتن کردن. دوستا ما نام خدا میگیم به این منظور که حیوان از چشم نخوره، شاید به چشم ما گرم بخوره، اگرچه که ایتو کفترهای هم نیست که به صلاح چشمی باشن و کلش همی کفترکای معمولی و اندازه است. اما باز هم نام خدا گفتن برای جاندارای خداوند خوب است. یک نام خدا میگیم که همه صحت و سلامت باشن و نام خدا باز هم میگیم که خوب رفتن و خوب گشتن. و همون کفتره که دوستا باز هم آوردنشه، ببینیم که میشینه یا خیر. والا کفتر بیدار است، بسیار بیدار است. باز هم روانش میکنیم دوستا که بره، یا ای که بشانیم کفترها را که اگر دلش شو بشینه. ما هم بخید در درایی موندیم که چی کار کنیم. و میبینید دوستا خود شنگ میکن در وقت تو خود در شنگ میاره کفتر، دلش میشه که بیشینه، باز پس خود شنگ میکنه. بیا کفتر دو پیره میششت والا آمد دم کفتر آمدم یک ذره کفتر پس خود بلند کرد. بیا
پس ایزا چوریش کردیم که پس بره باز پس بیایه در کفتر. اگر توش کفترهای ما رو نام خدا دیگه به زمین انداخته شوالا خدا نگاهتان کنه که در گودی پران نخورن. امی کلش بای بره دوستا در فکرش ریسم خود یکیش به گودی پران نخوره که خیلی دردآور است و نام خدا دوستا خوب سر پایین کردن. حالا امروز نام خدا کفترها دوستا ناگفته نمانه، نسبت به دیگر روزها یک مقدار بهتر خوبتر نام خدا بال میزنن و فوق العاده بالشان بال زدنشان عالی است و همه تا پس آوردنش از همون راه پر خطر گودی پران. والا خدا نگاه کنه دیگه بسیار گودی پران دیگه دوستا ماهی روزه شده خیلی زیاد شده و یک چند کفتر هم سر را بود از میز این آمدن و دوستا میبینی کفتر باز هم در کفتر ما که آمده که تر خودم ماهل نمیکنه. ببینی نام خدا کفترش تیار است، کفترکش نام خدا خوب صحیح است، عالی است، عالی. آفرینش کنه. کفترک جنگی بود رفت دوستا نششت کفتر. ما هم ابتدا فهمیدیم که کفتر نمیشینه. خب پس چوری میکنیم کفترها را که باز بره گمش کن بری دیگه پس فایده نداره. اینا بلند که میکنن و نام خدا که میبینین در خط خود که خدا میندازه کفتر دیگه پس خدا پخش کرده رفت و خب پخش کردن خدا. اون سو که رفته میره ازا میبینین کفتر خدا بسیار پایین آورده میره و باز هم نام خدا از همون مرزی که بود دوستا دور میخوردن کفتر پیش میره اونجا خدا بالا کرد دیگه خیل بود دوستا ما از پیش ما گم شده از دور از دوستا اون طرف خیل از پیش ما گم میشه اون طرف پایین آمد دیگه باش بخیال که یکیش ورداشت از روی خیلش یکیش فکر کنم که ورداشت یا از اون را دور خورد فکر کنم کفتر یا که آمد از روی خیل یکیش والا تیله کردن دیگه معلوم نیست باش که بیایه که هست یا خیر. نام خدا کفترها دوستا همه تا به زمین با سرعت میایه و امروز نام خدا اگر بگویم تان دوستا که شوق ما خوب است نه آورده که والا کفتر دور خورده که از راست پیش شد. دوستا کفترها را ایسون نماندیم بشینه پیشتر حالا نمیشینه گمش چوریش میکنیم شش چی کنیم که بشینه بانش چوریش میکنیم که بره. پس کفترها یک ذره خوب است به قوت انرژی خود چیز خود برابر است و از این سو گودی پران است خیلی برامه دیگه جگر خون کننده است این گودی پران. خدا کنه که به کدام گودی پران نخوره دیگه اما شوق دوستا در خطر دیگه دل ما در لرزه می باشه که کدام تایش به گودی پران ها نخوره. بسیار زیاد چیز است و اون طرف اون رفتن کفترها را بگی با چیز کفترها را که رفتن از این پشت این می خانه دیگه انداختن. خدا ببینیم که از کجا خدا بلند میکنن و از کجا بالا میان اون موسم بر آمدن و نام خدا دوستا میبینی که رفتارشان فوق العاده است. همپیره به دیگه مسیر رفتن از دیگه مسیر رفتن و اونجا خدا بلند کردن کفترها به دیگه خط و نام خدا و کفتر از و اندیوال ما که میپران از او دیگه سون میگرده که جمع نیست کفترش که یک جمع می بود که میرفت کفترها کتش میخورد خوب بود. پس دوباره کفتر آمد دوستا باز چوریش میکنیم که این بار یکم کوتاه رفتن پس چوری میکنیم که خوب پرتن خدا بره. و دوستا امروز کفترها هیچ تو احساس خستگی نمیکنن. میبینی کفتر دوستا که تیار باشه در جان خود آباد باشه یعنی نفس داشته باشه در کل رفت خدا میکنه. خوشش کم کفترم خوشش نمیکده میگرده بام تو بخوره و نام خدا رفتنشون و خوب رفتنم. افسوس که
او طرف نیست کفتری که باشد. دیگر هم دوستا که گودی پران نسبت به دیگر روزها دیگه چنان زیاد میشه ماه رمضان که بی حد زیاد. یعنی باور کو هر پیری که کفترها میره تو فکر کنی که به کدام جای اگه به کدام کمین برابر شه، این کمین هم گودی پران که بخوره کلپیچش میکنه دیگه. نیب کفتر به دست ما هم نمیرسه. حالا تو شوق چی میگن کاکگی و عیاری و قدر نمانده که کفتر به گودی پران بگیرن و باز پس تسلیم میکنن و بتن. یس باور دور است. به خصوص کسایی که نمیشناسن کفتر، اونا که میگیرن باز همین شوقی های ما میره پیششان میگه بتی کفتر برای من. باز کفتر میگیرن از پیش از او باز نام میکشن که ما گرفتیم، اینو دبام ما آمده بود که کفترای ما آمد چه رقم گرفتیش ولا عکس تودادمش انداختمش خراب شش. خب والا بسیار کار ریگ در حالی که بعدا کفتر سعی میکنی در چیز ششته در گودی پران افتیده. این دوستا کفترای ما آمدن و ششتن. دلشون نمیشه که بشینن در این دست اول. فقط همین میگه که ما را شوری که ما بریم. والا ما را خوشی میگه که چوریشون کنم. خواهم باور کنی که گودی پران کفتر بازار بخی جگرش خون کرده والا. و این خاطر جگرش خون کرده دوستا که والا میره کفترایشان میفته. من دیگه کی دیبا میباشم کدام کفترها به گودی پران میفته. کفتری که زیاد پخش میره و تیز میره، او دیگه از گودی پران تیر شدنش بسیار شانس کم داره، بسیار یک شانس ضعیف و کم داره که نفته دیگه. والا از یک کدام کسی بود چند وقت پیش اینجا یک کفتر شفتید، یک سوزمینای شفتید. خب کفتره کام بود والا همینجا گرفته بودن، نفر گرفت ایلاش خونه کتوره که اگر این کفتر صدمه نیده بود خونم نشد جاش میتونست اونجا بگیره. کفتر هر کس بود ایلاش میکرد میرفت خانهش. بازور ایلا نکردن نمیشه معاملهش فروختن شه. اینی ببینید اینی دور از انصاف است و دور از سمو انسانیت است. به خاطر از یک کس میره دلش جمع است کفترش میره بازو خبر میشه بازو چی میگه والا یک کفتر باخت ما بدر نباختی اون دعوا دک تار گرفتن شه در بینی رقم. با مثل از چندین کفترهای دیگه جفتیده از خود مفتیده گم شده که والا اگه تا امروز دیده باشه میشه که کجا شده کجا نشد. باز یک وقت آوازش به گوش میاد که والا کفتر تا فلانی گرفته بود، باز نفر خودش میگه فلانی گرفته بود، بازم کفتر تا دادش برای چیز فلانی نفر دادش بازو فروختش رفت. یک سوز روشن من از می بام افتاد چوشه گیر ما بود. تازی نمیشه سعی کردم نیافتمش. تا می سعی کردم نفتم همین سوز روشنایی که داخل ما بود کلش چوشای از همون کفتر بود. خب خلاصه چه خبر شدم که کفتر چی شد. 3 روز بعد خبر شدم کلی بچه‌ها مرا میگه که یک سوز روشنت گم نشد. گم شد چی شدم کی گرفته؟ گفت والا پیش فلانی آدم آمد او گرفت و برای فلانی دادش. پیش از او رفتم که بدرم کفتر من چی کردی؟ والا من فروختم. با کی فروختی؟ والا یادم نمونده. این ببین یادم میگه نمونده. یک فکر کنی یک فکاهی گفت برای ما. مفتوح بده کفتر بفروشی خریدش یادت مونده. باز فروشش یادت نموند که با کی فروختی؟ گفت والا هیچ فکرم نمونده که ما میره با کی فروختیم. دروغ میگه کفتر خانه خود برده بود با چوشه که از او هم چوشه بگیره چرا چوشه‌اش پیش من دیده بود. اما چوشه از مریضی کلش مرد. اما تمام چوشه از او مرد. دیگه کفتر این تو میشه اینی جوانمردی و ناشوکی بودن هست که اینی علت عوامل ایجاد. خب بزنیمشون که برن رومش بازیات قنبر میزنن مست میشه کفتر. و بعضی از دوستای ما میگه که کفترای ما مست شده. عزیزا کفترایتان مست شده. خب حق داره کفتر مست شده. ماه هود است، دمای هود است کفتر. میفهمین دیگه از این وقت مستی کفتر است باید هم مست شود. در این ماه کفتر مست میشه عزیزا و کوشش کنین که بتپانین کفتر بپرانین انشالله که از مستیش باز کم میشه. اما اگر جای به جای تپانین پرش نباشه طبعا کفتر خود مست میسازه و از مستی شاندنش شدرک مشکل است.
دیگه خب دواها هست که بتینک بازو به کفتر صدمه میزنه، ضرور نیست از او، فقط ورزش بهترین. سعی کنی کفترها نام خدا حالیشان که خراب شد روزی که بسور باشه دوستا اینی رفتار است. این نام خدا کفتر به نفس است، هوا صاف است، پاک است و باور کنی که اینا مزو خانه نمیبینم. بخیر ببینم، بخیر بیاین که ببینم شاد دوستا این رقم که میره دیگه بسیار دلم در چیز است. از اون مثلا دور خورد دیگه پخش اما که معلوم شد که یک بلند کردن و دور اونجا بلند شد کفتر دیگه بسیار برام جگر خون کننده است که گودی پران که نباشه باور به خدا کنی از این کدام پخشش میکنم، از این کدام سرعت میتمش، هم سرعتش زیاد میکنم، پخشش دگام میشه، پای بیارم شان یک ذره دگام پای میه. خب دلم بسیار به گودی پران نارام است. ان شاءالله که دمی شب روز میخوایم از طرف صبح شوق کنیم که صبحکی یک ذره هوا شفاف شده کمره میتونه بگیره چیزا. از طرف صبح باز گودی پران صبحکی وقت نیست و خب شوق میشه. ان شاءالله یک دو روز دیگه یا سر از شنبه یا یک شنبه ببینیم دوستا یک ذره دیگه هم هوا گرم میشه، همین آلودگی ها گم شده رئیس و ان شاءالله آلودگی از بین بره. باز چیز میکنیم مندازیمشان به تایم صبح بخیر چند زودترین فرصت به تایم صبح شروع میکنیم. هدف مازی از دوستا من خو شوق میشه که کمره شفاف بگیره که شوق شما شوه، شما هم لذت ببرین. با این منظور میخوایم که یک چیز خوب براتون نشر کنیم. حتما انشالله که چیز میشه. چی شدن؟ هت اون رفتن دوستا. میبینی کفتر اینه که شما صحبت هم میکردم هم یک اشپلاق و یک سیاست برو بخیر. کفتر میفهمه، کفتر تیار زبان میفهمه که چی میگی چی نمیگی و میبینی دوستا با اونموس هم تنداخ کفتر خدا دیگه باور کنی که من خودم هم نمیبینم که از کدام قسمت دگال بلند میکنه خدا کفتر برای ما هم نامعلوم است و نام خدا برشان که فعلا لادرک هستن دیگه نمیفهم که کجا از کفتر و اون دیدمشان ایناله از او سمت این تو یک دوره کرده خواهجی که میرین خدا پشت پناهتان باشه که در گودی پران رفتین. بسیار دلم چیز میشه در گودی پران که میگیرن نامردی است، از نامردی کلگی میترسه. هیچ وقت ما از طرف مرد کسانی که عیار کاکه و مردانگی داره از اونا هیچ من ترس ندارم. هیچ وقت از یک آدم کاکه نمیترسم ولو که هر چی بکنه ازش ترس ندارم. از نامرد خیلی ترس و هراس دارم، خیلی ترس دارم از نامرد، خیلی میترسم دیگه. خدا کنه که خدا همگی ما و شما را از چی میگنش نامردها دور داشته باشه، در حفظ و امان خود داشته باشه که نامردها به نامردی میزنن، هر کاری که دلشان شب میکنه. خدا کل ما و شما را از نامردا نگاه کنه، ما را از وا نگاه کنه و را دیگه از هوا آتش. باز کفترها شوری میکنیم دوستا یا بشانیمشان، بیا میشانیمشان که بشینن که باز شوریشان کنیم. برای بیا اینو تو بیای بشینین که شما برای من میرین، من میگم بیا تو باید نه بیا بشین یک چاشنی بتمتانه که دمتان راست شوه. بخیر آمدین، بخیر رفتین، بیای مانده نباشین. خداوند دوستا مغفرت کنه. یک کسی بود، یک بزرگوار، یک شوقی بود دیگه. خداوند تمام بزرگای شوقی کسایی که دوستا رفتن و نیستن خوب است یادشان هست، ما یادشان میکنیم. خداوند تمام شوقی، تمام مسلمانای جهان، خداوند رفتگان همه گیره مغفرت کنه و جنت فردوس نصیب تمام مسلمانای ما و شما بگردانه. یک شوقی عیار بود دیگه، ری سفید شده بود، سنشان بالا بود، یک 15 کفتر میدوان دیگه، همون قطاب توانش بود، حوصله نداشت. اگری خوب شوقی بطاب بود. باز چی کار میکرد؟ کفترها دیگه چوکی ماندگی بود میشش، بازی حاکمی همت میشش، بازی رفت یک چاشین مینداخت مانده نباشه، جور هستین، بخیر هستین، آمدین، راست چی گپا بود. بسیار یک قصه لذت دار کردم، شوق خود قصه میکرد. والا ما خیلی خوشم میامد و برش همیشه
دعا میکردیم که خداوند صحت سلامت داشته باشه. خب هیچ کس به دنیا تا آخر ماندنی نیست، همگی رفتنی است و همگی یک روز نه یک روز ما هم راهی اونا را داریم و میریم. چی خوب است که مثل از این بزرگوار یک یاد بود خوب شون، ازشان خوبی یاد شون، خیلی عالی و بهتر است. خداوند همگی ما و شما را بابرو و با عزت داشته باشد. حالا چی خواهد دیدی؟ حالا دوستا میبینی نام خدا کفترها خب انداختن دیگه. این قدر تا اونمونجا دیگه ما هم دیدم شما هم تا اونجا دیگه اونسون فکر کنم که حالا میای دوره میکنه به طرف سمت چپ ها، همه تا بر آمدن از اونجا به این سمت، همونجا پیشتر که گت خوردن این باز دوره میکنه کفتر که همونسون همو اندیوال ما را پیدا کنه. نیست کفترش دوا مشکل است ازرک حتما از مکه در پیش علاقه در چه رقم تایمش پوره شد دیگه نپراندک نیست دیگه. خداوند هم رفیقه که ما را واسه بده کفترکایش خدا برش بانه که شوقش کنه که بیای کتی ما یگان دست کفتر بازی کنه که شوق ما شه که یگان گیری گرفت کنیم در بین بسیار لذت داره. این ایزا پس کفترها شوری کردیم پس دوباره انداختن خدا، آفرینشان و نام خدا برشان که این رقم رفتن میکنه دوستا. خب یک رفت عالی جانانه. چشم امو کسایی که چی میگنش یک تعداد انسان ها هستن حسود هستن باز چی میگن او بدر چی میده و این چی دوش است. ما 45 سال بدر در فلانه جای شاگردی کردیم والا ایت تو میدوانم که کفتر حالا که سعی کنید از سی سونکو دو سونکو میره، از سونکو به سونکو میره، باز یگان تا همه تر چیز میکنه میگه. خب اونا حسود هستن، اونا که تمام دنیاها از اونا باشه و باز هم مسکین هستن. از دید ما همه تا به او انسانای حسود که مضر هستن اینمی کل هر چقدر واقع ثروتمند شون آدمای مضر مسکین امی چی میگنش غیبتگر، اینا هر قدر که ثروتمند شه باز هم بیچاره و مسکین هستن. ما به هیچ چشم به اونا میبینیم. هیچ وقت انسان به خود اجازه نده که یک کس را در حقش قضاوت ناق بکنه و همیشه باید قضاوت های خوب داشته باشیم. بخصوص مثلا ما یک دکان جور میکنم، یک کسی از خودگیای ما میایه مثال مرا به جای تشویق اون مرض است، او یک تعداد کسان مریضی دارن، به جای از اینکه مرا تشویق کنه به من چی میگه او بدری چی جور کردی در این وقت کو پیسه کی می از دکان میخره، یعنی یک راههایی را برات میمونه که به دکان دلت بزنه. میگی والا می آدم راست میگه، این ذهن مفکوری تغییر میده. پس چی کار میکنه یک کس دیگه میاد پیشت، مثلا یک دوست یا یک رفیق یا یک بدرخوانت میاد او چی میگه برات، میگه والا دکان خوب بسیار کار نیکردی، این از این بعد من میام سودای خود از تو میخرم، از دکان تو میخرم، چیزی که ضرورت داشتم بسیار کار نیکردی با ما سهولت آوردی، این ایجاد کردن از این دکان بسیار کار خوب است منفعت داره، اینی خانه اینی مردم ها از دور میرفتن اینی پس یک دلگرمی برات میته. اینو ببینین چقدر خوب است، یک دلگرمی برات میته و می به مو دلگرمی که از او پیش میری اونم تشویق از او فکر کو که حمایتش کردی اونمو باز میتونی خوب یک کفتر باز یا به اصطلاح یک دکاندار عالی یا در مسلکی که باشی دیگه. او کسایی که توطیه میکنن در یک جای میبشینن مثلا یک گپ میزنه و ایتو کسایی هستن که در عضویت فامیلشان همه تا بزرگ شدن و همه تا کلان شدن، اونا مشکل دارن دیگه، نسل به نسل از یا امین رقم به چیز میه به دنیا میه. این هر نسل که از بعد از یارم بیه همه طور میه، چرا و دلشان تنگ است
امو دیدگاه خرد دارن. این خرد وقتی که یک کسی که به اصطلاح به یک جایی میرسه و با زار کفک میشه میمره، میگه والا ای چطور شد، از تشویش ایزی که فلانی چرا به این اندازه رسید و همه چرا به این اندازه نمیرسم، و دیگه باز هر روز دلخوره پیدا میکنه. به همین خاطر ما به اونا آدمای مسکین میگم و بیچاره است، مسکین هستن. خب دوستا کفترها رو چوری میکنیم که پس بره یک صحبت ها یگان پیره میشه و پس کفترها رو چوری کنیم که بره. خوب فرصت از گوری پران هست نیسته. و نام خدا این دوستا میبینی کفترها تا میچوری که برشان میگیری، اما کفتر خود مهین میسازه. مهین که یعنی آماده رفتن میسازه خود کفتر. و خوب است که کفتر اما تو 30 ماره خود بسازه، بعد از باز خود میندازه میره. این حالا این چوریش میکنیم. این شما ببینید که کفتر یک بار خود رفت روی دور داد، پس باید این پیره دیگه خود پرته. رفیقا اونوس یک چند کفتر است، اگر کتش بره بخوره که ورداره بیاریشه میشه که بگیریمش. دوستان نام خدا کفترها خو کردن و رفتن. هنوز یک چند کفتر معلوم است سرایشان باید یا ناجوانه یک از یک مسیر یک رقم میره که من نمیبینمشانه. یعنی لذت شوقی همی است کفتر خود تا مسیری که میره تعقیب کنه ببینه، خوبه، لذت داره. انشالله که این مشکل هم برطرف میشه. کسانی که چینل یوتیوب افغان شوقی را تایید هم حمایت کردین، من بعد هم حمایت کنین. انشالله روزهای خوبی در راه هست. اوه قریب گت خورده بود والا کفتر ما این تو رفتن هیسون و چه خوب رفتن. ببین اگه میتونی گرفته این از این طرف مسجد این آمدن همه تر پخش میاین. دیدیشون این اون سون از طرف خانه میره، این از پشت خانه سفید خانه دیگه از زناس معلوم نشد بهتر باشه کنم. کفتر بخیل در گوری پرانم خورد. دیدی سار پسمون در گوری پرانم دوستا یک تاچ کرد کفتر. کفتر چرا حلقه و سون انداخت دوستا یک دوره؟ ولی به نظرم کم معلوم میشه. من کنه کدام تایش افتیده باشه ولی از نظرم از دید من کم معلوم میشن که ببینیم خدا کنه کدام تایش نفتیده باشه جای. والا عزیزا دیگه تا میدم کفتر بازی کردیم، گوری پران زیاد شد که میخوایم بشانمشانه یک غنبر و مسیشانه. ببینین عزیزا یک دقیقه شوق کنین، در کل لذت ببرین. و دوستا کفترها را شانده میشن یک کمک کاری. ما خودم همینطور چون روزه است همه قمه کنیم که کفترها چی میگنش کم نفس نشن، سرحال باشن. کفترهای ما
یکم شانه خودم هم یک کمک کنم مشکل پیدا کرده. نمی‌فهم چرا شانه خودم محکم گرفتم، یک دستم بلند کردم، یک خل بسیار چیز از شانه ما. خب خیر، به هر حال دوستا هی بود یک کفتر بازی امروز. گودی پران 1 تا 2 تا 3 تا 4 تا گودی پران اینجا سر رای ما بر آمده. پلاستیکی گکا هستن، هر کدوم میشون یکیش خینه بلند کرده خدا. دمی کفترها دمی پلاستیکی ها دوستا میفته یک ذره کفترها مشکل است بازه او که بفته نمیتن، کفترها برای ما نمیرسه. و می منظور کوشش میکنیم که یکی خب مای روزه است دیگه، همه قدر شیمه و توان از این تایم که کفتر بازی میکنیم. خواستم که یک چیز را به شما ناظرین تقدیم کنم و شما در کل لذت ببرین از شوق یک برنامه که ناچیز را بر دلخوشی شما داشته باشم. این شوق امروز ما بود. دوستا حمایت هایتان دوامدار میخوایم. سابسکرایب دوست عزیز که سابسکرایب نکردی تاییدم چینل یوتیوب سابسکرایب که عزیز برادر خودت که این برنامه رو میبینی امیر چرا سابسکرایب نمیکنی؟ دیدی خوشت آمد؟ تنبلی نکن، فقط یک زنگولر یک تکمار خلاص. اینقدر دنیا گلزار میشه. میخوایم که همون سابسکرایب بزن برادر عزیز. برنامه رو خود دیدی که دیدی مورد تایید است، بزن یک سابسکرایب. و دوست عزیز شما هم که مثلا میبینید نام خدا چقدر بیننده خوب داریم، قابل قناعت است و یک تعداد دوست ما لایک نمیکنه. برادر این برنامه رو که سیل میکنی خوشت آمده همین یک لایک کو، این خودی چیز نمیشه. سلطانی بر دهی مثلا ماه روزه ما بر یک برنامه، یعنی در طول همه قدر ساعتی که دقیقه که برنامه ما نشر میشه یک نقطهش اگر خوشت آمد با پاس همون یک نقطه یک لایک، این بهترین کار است دیگه. اوید دوستانی که هستن از ابتدا تاییدم مرا یاری میکنن و کامنتاری که میخوانم باور کنید که یک نام خدا از تک و تکتان کامنت که نوشته میکنین تشکر. شما خیلی وقت است که مرا کمک و حمایت کردین، سپاسگزار هست تک و تکتان عزیزا. خب شما را به خداوند یکتا میسپارم. حالا یار یاورتان، لایک و سابسکرایب و کامنت یادتان نره و سپاس از دوستایی که انگلیسی نوشته کرده بودین. زنده و سلامت خوب باشین که حمایت میکنین. حالا یار و یاور همگیتان شما را به خداوند یکتا میسپاریم. بری و خیر و خوبی باز ان شاء الله که فردا ببینیم که چی میشه.